اگه سربازی بشه 12 ماه حاضری همین الان دفترچه پست کنی و بری؟ شک نکن زمانی که همونطوری تلف کنم. آره همین الان دفترچه پست کنم، چون اول و آخر تو پاچمونه، بعد اول و آخر بریمش. نه. چرا؟ از زندگی عقبی. شما بگو 1 ماه. چطور بود زمان خدمت؟ نه راضی نه ناراضی. 6 ماه هم یه ماه هم بشه نمیرم. نه. چرا؟ مگه دیوونم برای مملکت خدمت کنم؟ نه. چرا؟ جوونی، وقت، خوشی، شادی همش میره. من سربازی رفتم. چطور بوده سربازی؟ خیلی سخت بود. سربازی رفتن رو به جوانایی که نرفتن پیشنهاد میکنی؟ یه حسابی رو سربازی می‌کردم. ولی الان جدیدن دیگه کسی که رفته سربازی و نرفته اصلا خیلی با هم فرق نمی‌کنه. سال 85 خدمت کردم. چطور بود؟ عالی بود. فوق‌العاده ترین لحظه ها رو توی خدمت سربازی من تجربه کردم. اگر جنگ بشه اولین نفری هستم که میرم، چون داخل فرق کنه. جنگ بشه من خودم میرم، ولی خب برای سربازی که بخوام الکی عمر بذارم نه. مسئولین محترم، با نهایت احترام 2 سال سربازی توی کشور ما مثل خواب اصحاب کهف میمونه. میری و برمیگردی میبینی خیلی چیزا عوض شده، یا حداقل زمانشو کم کنی یا یه مزیت درست حسابی داشته باشه. ممنونم.